تصاویر کاملا تازه سیتا قاسمی با دخترش در کشور جرمنی. سیتا قاسمی اکنون در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا با واقعیت سیتا قاسمی در کشور دبی ازدواج دیگر کرده است؟ دختران سیتا قاسمی چند ساله هستند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سیتا قاسمی، هنرمند خوش صدای افغانستان، یکی از هنرمندان با استعداد، موفق و مشهور کشور بوده است. سیتا قاسمی کارهای هنری بیشماری برای هنر موسیقی افغانستان ثبت و اجرا کرده است. سیتا قاسمی در سن نوجوانی با یک مرد 45 ساله ازدواج کرد و هدف سیتا قاسمی از این ازدواج رفتنش به کشور جرمنی بوده است. اکنون سیتا قاسمی در کشور جرمنی با دخترانش زندگی می کند و از همسرش جدا شده است و بعد از جدا شدن از همسرش به طور آشکارا به هنر موسیقی روی آورد. آهنگ‌های عاشقانه سیتا قاسمی چنان در دل‌های مردم افغانستان چنگ می‌زند که تاکنون طنین انداز گوش‌های جوانان کشور بوده است. سیتا قاسمی جدیداً تصاویرش را با دخترانش در کشور جرمنی نشر کرده است که بازتاب خوبی داشته است و مگوهای فراوانی وجود دارد که سیتا قاسمی در کشور دبی قرار است با یک مرد عرب ازدواج کند. اما تاکنون سیتا قاسمی درباره حقیقت این ماجرا چیزی نگفته است. ولی من آرزوی خوشبختی، سعادت و کامیابی برای این هنرمند کشور دارم. سیتا قاسمی از جمله هنرمندانی است که در هیچ زمان و هیچ شرایطی با هیچ هنرمند دیگر افغانستان رقابت، حسادت و بخیلی نداشته است. همیشه به کارهای هنری خود مصروف بوده است و خواسته کارهای هنری خاص و تابع برای دوستداران و طرفدارانش اجرا کند. من آرزوی کامیابی، موفقیت و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگی، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را بالای منان سپرده کامیاب باشید.